عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گریه میکرد، به خداوند میگفت اللهم ان کنت کتبتنی عندك شقیا فامحو عنی واکتبنی عندك سعیدا. بارالله اگر تو لوح محفوظ نوشتی که عبدالله ابن عمر جزو اشقیاست، جزو شقاوتمنداست، من خواهان سعادت و خوشبختیم، شقاوت رو پاک بکن، من تلاش میکنم از خودم چیز خوب نشون میدم، تو رو راضی میکنم، منو سعید و خوشبخت بنویس، عوضش کن. تنها چیزی که قضا و قدر رو عوض میکنه دعاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تعجب میکنه از جوان معصیتکار، ولی تعجب خداوند از پیرمرد معصیتکار 100 برابره، 1000 برابره. تو دیگه چرا؟ خداوند تعجب میکنه از پیر با تقوا و خدا ترس و مؤمن و متعبد و عبادتکار، ولی تعجبش از جوانی که شهوت داره، غرور داره، غفلت داره، شیطان برش مسلطه. اما از جوان با تقوا و خدا ترس و عبادتکار به مراتب تعجب خداوند بیشتره. بذار عبادت و تقوای توی جوان سبب تعجب خداوند باشه. کسی زکات مالش بده، اونم تو 1000 تومن چقدر، تو 100,000 تومن چقدر، تو 1,000,000 تومن. $25,000 تومن تو 1,000,000 تومن. 100,000,000 تومن تو داشته باشید 2,500,000 تومن زکاتشه. فکر میکنی که این 2,000,000 تومن 2,500,000 داری به فقیر میدید، اون 2,500,000 هم به خودت داری میدید. 2,500,000 از 100,000,000 کم بکن، چه ازش کم میشه؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده انسان مسلمان روز قیامت زیر سایه چتر صدقشه. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. واقعا امیده، انگیزه رو تقویت میکنه. 1 به 10، 1 به 70، 1 نماز فرض 70، 1 به 500، 1 به 700. این قسمت آیه اون 9 تاش یه کار خوب بیشتر انجام نداده. اون 9 تا تفضله، فضل خداست و رحمت خداست و کرم و سخاوت خداست. تو اون و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها، اون عدل خداست. تو قسمت اولی با فضلش با تو تعامل کرده، تو قسمت دومی با عدلش. یک کار بعد انجام دادید 10 تا ننوشته، ولی تو اولی با فضلشه، با کرمشه، با رحمشه. یک کار خوب انجام دادی 10 تا برات مینویسه، یکی مال خودت، 9 تاش هدیه است. الله اکبر. این رب چقدر دوست داشتنی است، این الله چقدر دوست داشتنی است. یک کار خوب انجام دادید 9 تا اضافه بد میده، اون 9 تا مال خودشه، هدیه است. تو یک کار خوب بیشتر انجام ندادی. تو قسمت دوم آیه با عدالتش با ما برخورد کرده. یک کار بد انجام دادید فقط یکی برات نوشته. تو بعضی روایات آمده که وقتی که انسان خوبی میکنه بلا فاصله فرشته خوبی ها که حسنات رو مینویسه بلا فاصله مینویسه. وقتی هم که توبه نکرده فقط یک، با عدالتش فقط یک مینویسه. ما در مقابل چه ذاتی هستیم؟ و اگر توبه کردی اون یک گناه تبدیل به حسنه میکنه. سبحان الله. اگر 1000 بار گناه کردی وقتی توبه کردید اون 1000 تا گناهت هم پاک نمیکنه، اونها رو تبدیل میکنه به حسنات. واقعا حرمانه، محرومیت اگر کسی رو به چنین خدایی نیاد.